بسیار شخصی سیاستمدار بود. یک شخصی خیلی چی جای گفت او داره که ابو مسلم خراسانی را کشته است. همون شخصی که سببگاری اساسی به سر قدرت آمدن عباسی‌ها گشت، او را کشته است. شخصی که امام اعظم ابو حنیفه را به خاطر آنکه وظیفه و منصب قضا را قبول نکرد گرفت حبس زندانیش کرد، شلاقش میفرمود. ولی در بعضی روایات اومده است که میگه با ضرب همون شلاق‌ها افگار شد حضرت، آخرالامر حتی زهر دادن کشتنش. در طریق ورسی هم است. شخصی که از سیاستش دنیا میلرزید، یک دولت به نهایت کلان در اختیارش. با مدینه منوره اومد به زیارت روضه شریف پیامبر صلی الله علیه و سلم. در مسجد رو اومد بلند گپ سر کرد. حضرت امام مالک ابن انس رحمه الله تعالی، امام اهل سنت و الجماعه، قضای ازیدی در مسجد بود، در نماز بود است، منتظر نماز فرض ایستادگی است. وقت گپزنی او را دید، به یک غرور و تکبر در مسجد خانه خدا، او مردکو مرد بودن، ولی خودمون با او قیاس میکنیم. به خدا قسم، و یک همین کودکی که نرخ سبزی را پیاز فرق نمیکنه و تر از خش فرق نمیکنه، از اون کودک‌ها هیچ تفاوتی نداریم. نزدش اومد گفت یا امیر المؤمنین لا ترفع صوتك فی هذا المسجد. یا امیر المؤمنین، گفت اینجا صدات بلند نکن، این قصر پادشاهی تو نیست، اینجا خانه الله هست، روضه شریفه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. فإن الله تعالی ادب قوما فقال یا ایها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. خداوند یک گروه از بنده‌هاش ادب داد، تعلیم داد. گفت کسایی که دعوای ایمانداری میکنه، ای کسایی که دعوای مسلمانی میکنه، صداتون از صدای پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند نکنه. در پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آوازی بلند قطعی گپ نزنه. و مدح قوما فقال این الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى له مغفرة و اجر عظیم. خداوند متعال یک ایده از بنده‌هاش مدح ستایش کرد. گفت او بیشک کسایی که نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم خاموشی را اختیار میکنند، خاموش و آرام می ایستند و گوش می اندازند، اینا کسایی هستند که از امتحان پروردگار سربلندانه گذشتند. اینا را البته که مغفرت خدا و رحمت خدا و عطای خدا انتظار است و پاداش به نهایت بزرگ انشاءالله در انتظار شما. بزرگتر از این میشه که همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم حشرت کنند، در فردوس اعلی جاد بتند. و ذم قوما فقال این الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. الله ذوالجلال یک ایده از بنده‌هاش میگه مذمت کرد، تنقید کرد. گفت بیشک او کسایی که بی‌ادبانه از پشت دیوار صدا میکنن یا محمد نزد ما خارجه گفته داد و فیغان میکنن، اینا کسایی هستند که عقل فراست ندارند، حتی اندیشه نمیکنن که اگر فرد روز قیامت شفاعتی تو نباشه روشان سیاه میشود. و این حرمته میتا که حرمته حیا. گفت یا امیر المؤمنین، احترام پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد وفاتش مثل احترام حضرت در زمان حیات شد. هاشتا در سرت بگی که در نزد روضه شریفه پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرار داری. وقتی مرد خدا به صلابت این سخن گفت، میگه فاستکان له المنصور، همو المنصور به همو سیاست و به همو غرور و تکبرش سری تسلیم فرود آورد. بس از گفت توبه کردم، دیگه آواز بنا ببرم. در هر موضع هر مکانی که امری به معروف شود، اوکی امری به معروف از چی است؟ از آیه قرآن، از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، گفتار بزرگای دین مبین اسلام. در اونجا دیگه گپ دنیا حرام می شود، فش کردن به همدیگر حرام، گپ انداختن حرام. در جایی که شیشته اگر میخواهی که برکت بیوه، میخواهی که همین علم نافع خدای تعالی براتون عطا کنه، گوش به اندازه برادران. بابای حاجی این همی سوالای میته، قسم به خدا اگر
همه همین خطیبا و اماما را جمع کنیم، هم بابای حاجی سوال شو بوده، من یقین دارم که 95% نمیدونم. همین را از کجا گرفت؟ گوش کرد، در ذهنش گرفت، در همین علم. اکثر صحابه پیغمبر خط سواد خواندن و نوشتن نداشتن، گوش کردن، در ذهنشون گرفتن، عالم تعلیم دادن، معلم بشرن. در محفل با او خاطر محفل تشکیل میکنن که یک فایده و استفاده ببری. اخی پروردگار فرزندای بابای حاجی را در پناه امن اسمتش محفوظ بود. خداوند دولت شونه از این زیادتر پروردگار برکت نصرت شون بده. برو هستن اگه یعجوج و معجوج چیزی که در تاریخ اومده است، قومتشو میگه پستای ایمیانه حتی پسترای، گوشای دراز دارن، بنی منقه دارن، چشمای تنگ دارن، مثل همین مردمی هند و خیتای، مثل مردمی مغول و همین شکل صورتن، به نهایت سرشمارن. از همه عجیبش همه که عقل فراست ندارن. بسیار مردمی همتری به عقل و به فراستن، هر چیزی که میفتیان میخوردیان. از این نقطه نظر بگیری از ترک دیده با همه مردم خیتای شباهتی بیشتر دارن. مقصد که اومدنشو حقه. در زمانی که مسلمان ها تحت سروری عیسی علیه السلام غلبه میکنن، این هم یک امتحان پروردگاره. همون وقت یعجوج و معجوج همون صدی ذوالقرنین سراخ میکنن و میبروین دیگه یکون لشکر دمی رشت نگرفتن نمیتونن. هر چیزی که در راه میوان میکشن و میخرن و غارت میکنن. خود حضرت عیسی علیه السلام همراه مؤمنان به کوه پناه میبرن، به قلعه ها پناه میبرن، پنهان میشوند. میوین تمام کره زمین هم میگیرن، در لبی بحر میرسن، میگن که دیگه جوی نمونده است که ما نگیریم. بعد به دعای حضرت عیسی و حکمت الهی قدرت پروردگار هم یک وبای در بینشون میغلطه، یک ویروسه، همش قتل میکنه، همش میبرن. هم یک شرطه همش میبرن. با درجه مرده زیاد میشه که همون بوم و تف و مقصد آگنده شو دیگه همه کائنات فرو میگیره. دیگه انسان ها قوت او را گور کردن و نیست کردن ندارن. بعد میگه حضرت عیسی علیه السلام نزد پروردگار دعا میکنه و تضرع میکنه، یک برون میبره. عجیب یک در ابتدا یک برون غوث میبره، میگه شو لزیجه هم رنگ نطفه اوری غوث کنیم تا چسبه کنیم. بعدا میگه وقتی که همون برون برید، این شاید به خاطر اون باشه که همون بیماری های سیرایت کننده را نیست کرده، برای چی بگم برای پاک کردن ای. بعدا برون سیل اومد برید، همش هم میشه میگیره بحر را میاندازه، بحرها و اقیانوس ها پر میشود. یا به خوراک نهنگا و ماهیا و حیوانات بحری میشوند، همه اینا رو میخورن. همین یعجوج و معجوج هم مقصد که با اومدنشو ایمان داریم که میآیند، یا غضب پروردگار یا امتحان الهی است. اما این شکل صورت که اولاد چنگیز خانن، اولاد فلانن، آخه اینو پیش از چنگیز خان بودن. اگر اصل بگیری وقتی ذوالقرنین بود، چنگیز خان ای کجا بود؟ ذوالقرنین خیلی پیش است. یک قومی هستن، مقصد از همین اصلش همین است که از بنی بشرن، اما چگونگی و در کجا بودن این استاد برای ما را آشکار نیست، برای ما را معلوم نیست. شاید اما ولی فیلم های فانتاستیک که میگیرن که ازمرینی های دیگه است. این هم یک مقصد که این همی کره زمین در زندگی میکنن، در دیگر ازمرینی زندگی میکنن، دیگر نمیفهمیش، دیگر دیدن نمیتونی. شاید همون خیلی باشه. مثل که این از جین ها را ما نمیبینیم، تو زمانی که تعرض نکنن، تو زمانی که شکل صورت نگیرن، دیدشون نمیتونیم که. شاید همون خیلی باشه و روزی که همون امر پروردگار میشه و مقصد همون نشانه قیامت که واقع میشه و خارج میشن به اذن پروردگار، همش کشته و هلاک میشن. اینا را با نام گوگ و ماگوگ در بیبلی هست. روسی قطیرم تمام کتابای عثمانی در همین چیز اومدگی است. یکون دعوا و یکون جنجال داشته باشی خبری ما یکون جو قرض کاولا کنیم بیاریم بتیم که این گریانش که زنک
با خدا من 100 بار راضیم. سبحان الله. این فرزند من در بالای منبر دیدم، دلم گم زد، حواسم کرد، ندانسته در حق خودم دعا کردم. فگو زنک با خدا قسم گفت غیرتی تو، جرأتی تو، ناموسی تو ایمان زیادتر بود است. من هیچ وقت دلم نمیشه که بدو شد ما در یک فرزند صرف کنم. 30,000 درهم در یک فرزند صرف کنم. شاید یک مقدارش صرف میکردم، اما همش نه. یکی این غیرتی تو، غیرتی مردار ولوتر و ولوتر. سبحان الله. الام مدرسه اذا اعددتها اعددت قوما طیب الاعراق. مادر مدرسه است. وقتی این مادر وقتی که تعلیم تربیت خوبی و یک نسل را به وجود میاره که انشالله در عروقش خونی تازه در جریان است. ولی بسیار مهم است تعلیم تربیت فرزند. اگه این قریالی جان ما خیلی کوفت خدای بزرگ نصیبش گرداند این جفتی دلخواه. به خاطر چی؟ به خاطر اون که تأثیری که مادر در فرزندو داره پدر داشته نمیتونه. پدری بیچاره بسیاری وقت پشتی کارو بار زندگی و تأمین معیشت روزگار. مادری که قرآن خونه امکان نداره که یگان فرزندش از قرآن غافل مانند. مادری که نماز خونه امکان نداره که یگان فرزندش بی نماز باشه. مادری که مستوره میبینی همه دختراش مستوره هستن از خودی. تأثیر اساسی را در عائله مادر میگذاره. حق مادر، خدمت مادر خیلی بالاتر و بالاتر است. اما خدای بزرگ این طفلک داده است که پدرم حافظ قرآن، ماشاءالله. پدر رهبر خانه، قوام خانه، انشالله کم کم با کنترل کنه و از بالا نگاه کنه و اخلاق و آداب شبا با آموزانه انشالله نور علی نور میشه و یک فرزند میشه و که انشالله انگشت‌دمای خاص آن میگرده. حضرت علامه اقبال لاهوری را همت میشناسه. این شخصیت یک آدمی هست که تمام عالم اسلام میشناسش. همین شخصیت خطر شخصیتی بزرگه. نجو خانم یک کس کاتبی بگیم لیگ دولت‌های اسلامی بود است. میگه اعلان شد که این آدم فارسی زبان، همین شخصی که کاتب میگه اعلان شد که محمد اقبال لاهوری نوبت قطعی علما میگه برومدیان گپ زدستیان اطراف دین و دیانت، اطراف تاریخ دین. اگه نوبت یعنی هندوستان شد، اعلان کردن که از هندوستان نماینده مسلمانای هندوستان محمد اقبال لاهوری. کسی نمیشناسش میگه. ای شرکت کننده. ای جمله من خدمت میگه نمیشناسمش. برومد میگه به زبان انگلیسی گپ زد. صحبت خلاص کرده. در آخر میگه یک چند مصرع شعر گفت با زبان فارسی. از بس که میگه اونجا فارسی زبان من بدم، گفتم که بگه ترجمه کن. گفت تاریخ چه بر کناره اندلس سفینه سوخت، گفتند کاری تو زنگاهی خیرت خطاست. دوریم از سواد وطن باز چون رسیم، ترکی سبب زیروی شریعت کجا رواست. طارق ابن زیاد سرلشکر مسلمان وقتی میگه اندلس رفتن، امی گیبرالتر هم جبل طارق های که طارق برای هم نامگذاری شده است. میگه هم کشتی ها را فرمید که علا بزنه. همراهش 12,000 لشکر بود است از مسلمان ها، اکثریتش بربری ها بودن. گفتن وقتی که آتش زد میگه اومدن کشتاش گرفتن که تو چیکار کردی؟ اوی کاری تو کردی نه از روی منطق درسته نه از روی شریعت درسته. یگانه وسیله رسیدن ما به وطن همین کشتی ها بود، تو کشتی ها را علو زدی، چخیل ما با وطن میگرده میری؟ میگه خندید دست خیر به شمشیر بود و گفت هر ملک ملکی ماست که ملکی خدای ماست. خندید گفت اینجا کجای به شما؟ همین ملک پروردگار های ملک شما های دیگه ملکی منم ملک شما و ملکی ما نکنه. این همینطوری مردکا بودن که الحمدلله امروز در تمام اطراف و اکناف عالم نگاه میکنیم مسلمان ها هستن. هر کس گیردی خونه خیچه میگرفت میشیش از کجا اسلام جهانگیر میشه. یعنی شخصیت میگه وقتی اکش هیچ وقت ترجمه مثل اصل نمیشه وکو. من که میگه به عربی ترجمه کردم تمام مردم با ندای الله اکبر ایجاشو خستن میگه. یعنی خیلی میگه یک شهرت جهانی یافت. همه حضرت همه دوست میداریم ببینه افتخاری ما و شما. بزرگترین شاعری فارسی زبان عصری بیستش میگن ایران. اگر چند فارسی آزاد گپ زدن نمیتونست است،
اما شعرش از شعرهای تمام این فارسی زبان اصلی بیش بلند نیست. همه حضرت اطراف آن که چرا راه خدا را انتخاب کرد، چی سبب شد که آدمی که در میونخن خوانده است، در کمبریج خوانده است، در اروپا خوندگی تعلیم اروپایی گرفته است، گمراه نشده اما خیلی جدی در شریعت باقی ماند که او فلسفه خوندگی او دکتر علم فلسفی است. در همون شب و روز این محبتی که این بدین داره به خدا قسم ای کاش که ما ای هزار یک حصه‌ش هم داشتیم. یک قصه ترجمه حالی آورده است. میگه سائل مثل قضای مبرمه در بردر ما زد صدای پیهمه، از غضب چوب شکستم بر سرش، حاصل دریوزه افتاد از برش. یا سحر میگه من جوان بودم خواب بودم، یک گدا اومده است و همه اساقتی میگه در این تنهای در سخت گفته است که یگون آدم زنده هسته به خاطر خدا یگون چین بتین. ای خواب بیدارم کرد میگه بسیاری بد داد و فیغان کرد. ای خشم غضب که خواب ما پروندی میگه اومدم اساش گرفتم در می سرش زدم، سرش مقصد که کفید. همون چیزایی که تل بیده بده در تای کشش بود همش میگه در زمین ریخت. از مزاج من پدر افسرده گشت، لالزاری چهره اش پژمرده گشت. وقتی پدر میگه کاری مرا دید همین خیل میگه افسرده و محزون شد که بسیار ناراحت شد. میگه نزدم اومد گفت فردا امتی خیر و رسول گیر آیند پیش این آن مولای کل. گفت اندیشه نکردی بچم که روزی میشود که تمام امتهای حضرت صلی الله علیه و سلم پروانه‌وار گرد حضرت هم میگیرند. حافظان امت برنای او، عالمان حکمت رعنای او، هم شهیدانی که دین را حجتند، مثل انجم از برای امتند. آخی تمام بزرگا، تمام عالما، تمام قاریا، تمام شهدا، تمام صلحا، حتی گناهگارا به خاطر آنکه طلب شفاعت کنند از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت گفته است شفاعت لاهل الکبائر من امتی، همه میگه در گردی همه حضرت جمع شدگیم. در میان انجمن گردد بلند ناله های این گدای دردمند. همه وقت میگه این همی گدا ببرایا و بگه یا رسول الله این همی موسفید و همین ریشی سفیدش فرزنش تربیه نکرد، در دهنی در خونش اومدم زدن سر مکه فوندن. ای سیراتت مشکل از بی مرکبی، من چی پرسم من چی گویم چه مرا پرسد نبی. خداوند گذشتن پول سیرات برات مشکل بگردونه گفت که اگر حضرت صلی الله علیه و سلم سوالم کنم من در جواب حضرت چی میگم؟ روم سیاه چی جواب میگم؟ حق جوانی مسلم با تو سپرد. حق یک بچه فرزندی نازنینی به کم و کاست برای تا عطا کرد، فرزند عطای پروردگاره. حق جوانی مسلم با تو سپرد، کو نصیب از دبستانت نبود. خدای تعالی که فرزندی نازنین نداد، تو برای تعلیم تربیتش چی کوشش کردی، چی سعی کردی؟ مردم خلقها و ملتها را نصیحت میکنن، تعلیم میتن برای راست هدایت میکنن، تو نخواهم یک فرزنده که خطا تعلیم داده نتونی. من چی میگم؟ سبحان الله. یا ببین بچه‌م گفت پیش از اون که کاری میکنی خوب اندیشه کن. انما اجتماع مردم در اطراف خیر البشر در ذهنت باشه. باز این ریشی سفیدی من نگر، لرزه بیم و امیدی من نگر. با پدر این کاری نازیبا مکن، پیش مولا بنده را رسوا مکن. ریشی سفید من نمیبینی. آخه من در همین فکری گناه های خودم که پیش پروردگار چی جواب میگفتم باشم، تی خیلی نوجوان مردی نده حقی پدر مرا شرمنده و سیاه نکن. برای که هر کدام ما و شما مسئول هستیم در پیش پروردگار جواب میگیم. همین فرزنده که از خوردی پدر و مادر مسلمان داره نصیحتش کردیم، به خدا قسم در گجایش میبینیش معلومه، در هر وظیفه و منصب کار کنه معلومه، هر پایه علمی که قرار داشته باشه معلومه. اما فرزنده که از خودی از پدر نصیحت نشنید، اصلاح نشید، خشتی اول کجله موندن، بیچاره پدر و مادر در عذاب. پدر و مادر مردیان رفتیان فقط لعنت میشنود.
فقط دشنام حقارت میشنود. از همین خاطر همیشه سعی کنیم باید همیشه در اندیشه او باشیم که وقتی پگاه ما و شما پرسیده میشویم، از رعیت ها پرسیده میشویم. انشالله من یقین دارم